سلام. هلو گایز. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز اومدیم با یه بازی جدید. البته بازی که نیست، یه حالت سوال و نظرسنجیه که هر کدوممون از هم یعنی یه سری سواله همه باید جواب بدیم. اگه نیاز به توضیح بودم توضیح میدیم دیگه. با یه سونو. خب بچه‌ها آماده ای؟ بله. خب بریم شروع کنیم. سوال اول. خب اولین سوال میشه شما شده خیلی به فلسفه خب چی شده نیلوفر ترسیدی؟ شب آخر شب بود، بعد داشتیم با ماشین مثلا برمیگشتیم خونه، بعد دقیقا سر دار رحمه ماشین خاموش شد. دیدی؟ من از دار رحمه خودم من از روی کشید خیلی درصد ماشین خاموش شد که تو بعدی شاید بارونی بود که این صدا تا این ماشین درست شد و من برگشتم و اینا اون مردم تیکر رو رد کردم 3 بار سکته زدم. خیلی بد. خیلی بد. شما چی؟ من ترسیدم ولی ترسم از چیز نبود. من از بیپولی ترسیدم. خیلی صادقه من. قشنگ بود. درس مهمیه. خب منم یه بار فکر کنم بختش بود اصطلاحاً افتاد رو. نمیتونستم بیدار شم نه بخوابم، گوشیمو نمیتونستم بردارم. بعد احساس سنگینی خیلی زیاد شد. خیلی ترسناک بود. خلاصه اونم خیلی بد بود. تنها بار بود انقدر ترسیدم. واقعی هم میشه معمولا. وقتی که همه واقعا تجربه میکنم. من یه بار تجربهش کردم. من خوابم بیدار میشه فکر میکنم واقعا اصلا از خواب که بیدار شد یه چیزی رو تکونت نمیده، محکم گرفتته، بعد احساس کنی تموم نمیشه اون چند ثانیه. احساس کنی توش گیر افتادی بعد یه دفعه تمومه. همونطوری که به من زنگ زدی. آره تعریف رو شاید که واسه هیچ اتفاق نیفته. خب سوال بعدی. تا الان شده 1000 تومانم پول تو جیبتون نباشه تو زندگیتون؟ من ترجمه که روزای بعد روزای تخت دیگه توضیح نداره بخوای راجبش کامنتی بدی. برای هر پیش اومده دیگه قاعدتا. برای همون پیش اومده. حتی واسه اقراق بود. حالا اینجوری نبود که 1000 تومانم نباشه ولی خب روزایی شده که واقعا نشون بدم که بگم من تو 1000 تومان نداشتم. نه واقعا شده زمان که الان یه شماره کارت زیرش می‌نویسیم. لطفاً ادعا کنید. خب بچه‌تون به جواب منم یس بودم. تاکید میکنم. خب سوال سوم. تا حالا شده خانواده رو بپیچونین برین مسافرت؟ یس. چند سالتون بوده؟ چجوری بوده؟ مسافرت نمیشه گفت. من یه بار با دوستام رفتم خارج از شهر، بعد گفتم که برمیگردم. یعنی گفتم آقا ما رفتیم خارج از شهر، شبم دیر برمیگردم ولی ما رفتیم تو مسیر برگشت ترافیکی بود. فکر کنم مثلا من ساعت 4-5 مثلا 2-3 ظهر رفتم با دوستام، 6 صبح فرداش برگشتم. من گفته بودم کجا میام، رفتم میرم همین بغل بشینم لبه رود و بیام. بعد قشنگ دروغم تابلو شد. خیلی چند سالت بود؟ من 18 بچه حالا یه چیزی هم بگم. ما رده سنیمون تقریبا اوایل دهه 70. تقریبا چیه؟ دهه 70. نه که اوایل یعنی مثلا 73 و 74 و 75 اینا نه، قبل‌تر از اون. به خاطر اون زمان اینا یعنی واقعا این چیزا قفل بود. آره قفل بود اون زمان. اینقدر راحت نبود که همه بخوام برن مسافرت متعصب بود خانواده. شما چی؟ من یه بار با باباینا گفته بودم دارم میرم کنسرت. مسافرت اون موقع خیلی سخت میشد رفت. بعد بابا زنگ زده بود نمیدونم حالا اداره فرهنگ و فلان شیراز، بعد فهمید اون شب هیچ کنسرت توی شهر فارس برگزار نمیشه. من کجا بودم؟ من یه باغ توی یکی از توابع استان فارس. تولد یکی از دوستان بود. خب چشم روشن. دیگه گوشیمو خاموش کردم بودم تا اینجا اومدم بهم خوش بگذره. سالا خوبه. سالش بدیه. سال ادامه کارش نکنه. نه ادامه نگیر. خب شما چی جواب یس بود یا نو بود؟ من یس بود دیگه. با تعریف کن. من خیلی بچه بودم. فکر کنم 14-15 سالم بود. بعد تولد یکی از دوستان بود. بعد آقا ما هر چی اصرار کردیم به خونه که بذارید ما شب بریم تولد نذاشتن. منم رفتم تولد و هر ضرب و زوری بود برگشتم.
این تولده باعث شد که وقتی برگشتم خونه یه دعوا اتفاق افتاد بین من و خانواده. همون گوشی رو خاموش کردم، 2 روز رفتم مسافرت. آره 2 روز گوشی رو خاموش کردم. دیگه فکر کنم زنگ زده بودن پلیس و بعد از اینکه برگشته بودم خیلی داستان دار میشد. ولی خب بچگی بود دیگه. خب سوال بعدی. حالا شده دروغ بگی سر کار رو بتونی اصلا یه جواب مشخصی رو حالا شده واقعا دروغ سر کار رو بتونی؟ نه چرا اینجوری هستی؟ اینم دیگه تعریفی نداره، فقط تو بگو چرا نه. تو چرا نه؟ ما که همونی که با من بودی مثلا تو محیط کار با منم بودی دیگه. من معمولاً پسر کاری هست بچه اگه جایی واقعیت شغلی خوبی سراغ دارید ما دوتا داستان مشخصه. من معمولاً راستش رو میگفتم چون تو کارم همیشه یه شرایطی بود که من تو کار میدیدن که زیاد نمیپیچونم. وقتی میگفتم یه شرایطی هست حالا باورشون میشد، خیلی راحت به مرخصی میدادم. نه ما تا جایی که مرخصی داشتیم با صداقت میگفتیم، تا اینکه مرخصی نداشتیم مجبور بودیم مرخصی ها تموم میشد به راههای دیگه متوسل میشدیم. بعد تازه من به چشم اینم دیدم راجع به ماری، حتی اگه اونم پیچوندن جواب نمیداد به زور میرفت، کاری نداشت بعدش اتفاقی میفته. چی بگم؟ من دیگه نمیام. چی بگم؟ به این کار ندید. خب بریم سوال بعدی. بچه تا الان کتک خوردیم؟ بله. خب بفرمایید. یه بار تو راه مدرسه دوران راهنمایی بودم. تو راه مدرسه بعد از که کلاس تموم شد، درس تموم شد، با دوستان رفتم خونه یکی از دوستان. اون موقع نه گوشی بود، چیزی نبود که بخوای خبری بدم. من توی فازا نبودم که بخوام خبر بدم. بعد تا این 2-3 ساعت بعد برگشتم. اگر ساعت 2 تعطیل شدم، ساعت 5 رفتم خونه. 5 رفتم خونه، مادر نگران منتظرم. با دمپایی تا دید منو یک طوری منو زد، من هنوز دردم میاد، یادم میفته، خاطرش هم دردناکه. خیلی دعوا می‌کرد. چرا خبر؟ از نگرانی قشنگ مشتاقانه بغلم کرد، زد. یادش شد که سالمی. حسابی منو زد. یادش بخیر. شما چی؟ من کوچولی که بودم توی ماشین رو پای عمو نشسته بودم، بعد پاکت سیگارش این بغل من بود، بعد مثلا تازه هم باز یه نفکش برداشته بود از توش نهایتا. بعد من این حواسش به من نبود، گرم صحبت با خانواده بود، تک تک سیگاراشو براشم خالی کردم، ریز کردم انداختم. وقتی که یادش اومد داد خواست بقیه هم داره منو میزنه، یه دونه پنجوری از من گرفت، پرداد خیلی داد کردم. سره شیرازی میگه یه پنجی گرفت پرداد، یعنی یه بشکون گرفت شرفون. بعد دیگه هیچی جیغ زدم و من آخه چیزی بزن زفات اینجا گیر کرده، خیلی کتاکی بدی بود. ولی دمش کم بچه چک و فرد و زرنگی بود. این کتک خوردن نمیشه. کتک میشه دیگه بالاخره. کتاکی خیلی دردم اومد، بعد تازه نمیتونستم گرکامساشم در بیارم. شما چطوری کتک خوردی؟ من چجوری کتک تو نخورده؟ خونه یا بیرون خونه؟ یکیش تعریف کن. تو خونه با داداشم همیشه سر این سگا و میکرو و اینجور چیزا داستان دعوامون میشد دیگه. بعد بچه بودیم. بعد بابام هم موقع شب کار بود، میومد خونه میخوابید که دوباره بره سر کار. این میخوابید مثلا معمولا جلو تلویزیون خوابش بود. ما همون بالا سر جلو تلویزیون اونو وصل می‌کردیم، بازی می‌کردیم، جیغ خدا تو دعوا کردیم. دیگه چشم تو از بابا می‌خوردی. آره. سری بلند شد زد. آره داغون که اول اون چیزا رو کوبید زمین، پودرش کرد سیگار رو. بعدش هم که یه حالی به خودتون رو کوبید زمین. آره. تا حالا شده برید جایی که بخواید از قبل بدونید بخواید چتر یکیشین؟ بخواید چتر یکیشی سوال سختی. یعنی شما میدونید خودتون رو دارید چتر میکنید در اصل. ولی همین پیش اومده. خدا شکر نه تو دهنمون نمیاد. خب یه بار حال روی خیلی بد بود. بعد یه دوست سنگین داشتم. شاید اون موقع اونم شرایطش مساعد نبود واسه مهمون داری. بعد من روی خیلی بد بود. زنگ زدم بهش. مثلا قشنگم خونه ای گفت فایل تا من میام. دیگه نگفتم تو اصلا نظرت چیه؟ بودم دارم میام. دیگه رفتم و یه 3-4 روز اونجا بودم و بچه‌م حالم بهتر شد. خدا شد. شما چی؟ حالا داری دانشجویی بود، بعد
با دوستم جزء یکی شده بودیم. بعد دوستم از یکی از اون بچه‌ها بود که خیلی خوشش میومد. بعد اینا می‌خواستن با هم دیگه برن خونه یکی از دخترای اون جمع. ما هم اولا دعوت نکرده بودن دیگه، ولی چون تو جمع نشسته بودیم بدون که دعوتمون کردن، چون دوست از اون یارو خوشش میومد پاشتیم باشون رفتیم. بچه یه خاطری از چت بودن بگم. یه بار زمان دبیرستان بودم و من سرویس داشتم، با سرویس میرفتم بیرون. هوا بارونی بود، منم از سرویس جا موندم. جلوی در مدرسه بارون شدید، سرویس هم نبود، جا موندم. من بودم و فکر کنم 4 تا دختر دیگه. بعد من یه مسیر کوتاه تاکسی می‌گرفتم میرفتم خونه. بعد یه ماشینی اومد، مثلا یادم نیست حالا چی بود، من تاکسی رو یادم نمیاد. این ماشین تا اومد، من بدو رفتم در رو باز کردم، در جلو نشستم جلو. بعد اون 4 تا دختریشون هم لاغر و خوشگل اومد تو رو پیش من نشست. 3 تا دخترام رفتن عقب نشستن. من تو را فهمیدم که این تاکسی نبوده، بابای دختری بوده که جلو اومد نشست. منم اصلا نمیشناختم، ولی خب منم رسوندم. خدا خب سوال بعدی بریم بچه‌ها. برو. تا حالا شده بخواین یه جایی برین، مثلا حالا توی جمعی که هستین یا مثلا خانواده بخوام برن جایی، نخوان شما رو ببرن ولی شما دلتون یعنی اونا رفتن ولی خب شما رو نبردن، شما دلتون می‌خواسته اونجا باشین؟ بله 100%. من یادم نمیاد. من و سینا تجربهشو داریم. خب بگو. تولد یکی از دوستان بود تو باغ. بعد من و پیچون با یه اکیپ دیگه رفتم باغ. بعد من مثل یه عکس خوشگل داشتم از یه بار دیگه که رفته بودم باغ، بچه‌ها رو پیچونده بودم. همیشه اونا استوری می‌کردن، من استوری می‌کردم. خلاصه یه شدیم. اونا پیچونده بودن؟ یا من اونا پیچوندم، اول من پیچونده بودم، اونا نمی‌دونستن. بعد اونا منو پیچوندن، ولی چون دوست مشترک داشتیم من فهمیدم. بعد که فهمیدم اینا دارن استوری دیگه لو رفت و پیشون کردن استوری گذاشتن که حالا آدمو بگم. من از این استوری از بابا ماده داشتم. استوری گذاشتم مارو. خلاصه یه به یه رو تمام. حالا من یه سری بچه بودم مریض شده بودم. بعد کی تو عید که دیدی دیگه همش میخوام برن همه یا گردش و یا مسافرت و یا نمیدونم چی. آقا ما خونه مام بزرگم بودیم تو گرگان. من مریض شده بودم. اینا میخواستن برن جنگل، الا بلا که تو مریض شدی تو باید بمونی خونه استراحت کنی. همه رفتن من موندم. اینه واسه من. آها تو مریض اشکال نداره. مریض بودم نبردن دیگه منو. آره دیگه جسم شده. خب تا حالا شده به کسی که میشناسینش حسودیتون بشه؟ نه که مثلا سلیبریتی مثلا دوست داشته باشی جای فلانی باشی، نه کسایی که میشناسین. برای فکر میکنم صادق بودم قشنگ. آره باید صادق باشین. تو حسودی نکردی؟ نه به کسی که بشناسمش نبود. به کی؟ اسم نمیبرم. یکی از دوستان دختره. من دیدیم یعنی همیشه زندگی آدم ها از دور قشنگه و خب این که به نظر میاد از دور خیلی خوشحال میکنم که از داخل هم همون زندگیش قشنگ میشه. من خیلی وقتی میبینمش، یعنی در واقع پیجاش حالا توی این استای جایی مختلف میبینم که اتفاقاتی که دوست داشت براش بیفته اونطوری که دوست داشت براش افتاد. در واقع تصویر میکنم که خب همه ما دوست داریم مثل اتفاقات بیفته برامون و گاهن یه سریاش نمیشه. از این بود من رو حسودی میکنم ولی آرزومه که همونطور که توی فضای مجازی خوشحاله تو زندگیشم خوشحال باشه. حتی واقعا جرأت میخواد و همچین سوالی بگی بله. بفرما شما. چیز خاص خیلی بزرگی مد نظرم نیست که بخوام بگم، ولی گاهن شاید تنها چیزی که باعث شده من یه کوچولو شاید حسادتم قلقلک بشه امکانات بیش از حدی بوده که یکی از دوستان داشته. این صرفی نبود به اون آدم حسادت کنم، شاید فکر کردم که با اون امکانات من توستم چقدر رشد کنم. نگاه. خب بعدی؟ خب تا حالا شده دلت بخواد قیافت شبیه کسی باشه؟ چرا؟ شبیه کی؟ شخصیتش واقعی نیست. یه دونه از شخصیت‌های
گیمایی بود که از بچگی بازی می‌کردم، خیلی دوست داشتم شبیه اون چه شکلی بود؟ شکلی باید گوشیش یعنی تو گوشی بهتون از نشون توضیح بدم. شاید بده. بچه‌ها بشناسن. بگو اسمش. اسم شخصیتش دانتاست. سرچ کنید، من الان خودم میام سرچ کنم میام میشه تو کره. بازی دیویل میکرایی بود. من خیلی اون رو دوست داشتم. ان شاءالله چیز شد منو ماری هزینه می‌کنی برسیم کره. نه خب کره نیست که لیاقت. نه خیلی عملی خفن انجام داده. الان دیگه نمیخوام، اون موقع دوست داشتم. الان هم اشکال نداره. اگه خوبه الان هم اشکال نداره. به خاطر تا الان شده به خاطر اینکه بخوایم با یکی لج کنیم یه چیزی رو که یه شرایطی رو قبول کنید یا یه کاری قبول بکنید که حتی به نفع خودتون هم نیست، یعنی فقط صرفا به خاطر لج کردن به اون طرفون انتخاب کنید. نه من شرایطی که به نفع خودم نباشه رو بگیم چون من خاطر هیچ کس قبول نمی‌کنم. من حالا لجباز هستم ولی سعی می‌کنم دیگه اونقدر تو پاچه خودم نباشم. آره این باشه. تا حالا شده جایی ضایع بشیم؟ ضایع بشم آره تو تعریف کن برام شما. من تو مدرسه یه دفعه یه معلم عربی داشتیم خیلی پر بود، خیلی از این آدمایی بود که یه وجب می‌خواد شما رو. خب این 3-4 دفعه تا حالا بچه مدرسه کتکش زده بودن. اون موقع تو مدرسه خیلی درشت بودن بچه‌ها، مثلا سوم دبیرستان که بودیم اما قول بودن، مثل مردای گنده الان بودن. این معلمه 3-4 دفعه به بچه‌ها چیز کرده بود، بچه‌ها 1-2 دفعه بهش حال داده بودن. یه سری هم من نشسته بودم یکی هم بغل دستم، بعد داشتیم یه مسخره بازی در می‌آوردیم، اونم داشت جدی درس میداد. بعد هی می‌خندیدیم تا این نگاه می‌کرد سریع صورتمون رو عادی می‌کردیم. یه سری این سریع برگشت، من نیشم باز بود، برگشت اینجوری کرد دندونای قشنگی داری سری ما رو بدن قشنگ قشنگ برخورد ولی ترتیبشو دادیم دوباره. همون روز چون باز به یکی دیگه هم گیر داد و باخت داد. آره و باخت داد اون سر اون پسره. شما بگو. یه چی من یه ست رفتم توی فروشگاهی خیلی شیشه‌اش تمیز بود، وقتی داشتم می‌اومدم بیرون راست خوردم تو شیشه. خیلی تابلو. خب با صورت شیشه مثل اون که می‌مونن زمین بشه. آره من خوردم تاق افتادم. خیلی بد بود. حالا من ضایع نشدم ولی یادم یه بار یه روز بارونی داشتیم با که دوستان می‌رفتیم. از بارون خیلی شدید، ما یه شهر دریایی بودیم، شهری که دریا داشت، آب جمع می‌شد. بارون تا میومد کل خیابونا رو آب می‌گرفت. بعد ما این سمت خیابون بودیم تا یه پسر اون سمت خیابون، اون پسر رو دقیقاً می‌دید، پسر توی بارون سال پاش لیست خورده هر چیزی خورد زمین، بعد اینطوری ایستاده بود اینطوری خورد زمین، اینطوری حتی خبرم نشد اینطوری خورد زمین مستقیم بود. بعد قشنگ شد که دوباره اینطوری مستقیم بلند شد، خیلی قشنگ من راه شده بودم یه تایی خم نمیشد فقط مستقیم. خب بچه بریم سوال بعد. تا حالا به کسی دروغ گفتیم؟ گفتن نداره. حالا به هیچ کس دروغ نگفتی؟ دروغ تاثیرگذار نه، مثلا چرا شده بگم های قرار دروغ تاثیرگذار باشه منم نوعم. من دروغم همین مصلحت آمیزه، مصلحتیه. در چه حدی بود؟ دروغ دیگه بگیم دروغ گفتیم. من مثلا 5 متر پایین‌تر بودم گفتم مثلا الان اونجا. اونو که اصلا من همیشه تا دروغ محسوب نمیشه. اینجوری رو زیاد گفتم. فلان چیزو گرفتی تو راهم دارم میرم بگیرم هنوز نگرفتم میگم آره گرفتم. دروغ. خب نه من دروغ مصلحتیه. من حتما به صلاحش بوده که اونو گفتم. پس میشه دروغ نگفتم. منم میگم خب حقیقت دیگه وقتی آره نگفتی یه چیزی میکنی انگار چون تو میگی نه منم میگم نه اصلا جفت تو یه برداشته بودیم. نه من احساس الان فقط ما فهمیدیم معنی دروغ فرق داره با اون چیزی که ما میدونیم. فهمیدم دروغ مصلحتی به صلاح طرفه. تا حالا تقلب کردیم؟ مصلحتی بوده. مصلحتی ولی آره این تقلبی جزئی از زندگی. خب چی بگم؟ تقلب همیشه سر امتحانا شما نو برداشتی. من نو بودی اونا الان این که میگن تقلب خاصی نیست. سر امتحانا همیشه بچه‌ها کمک گرفتم، مشورت گرفتم.
تقلب بستون کنیم چون مشورت منم همینطور عکس سوالامو توی واتساپ برای دوستم میفرستم، هنسفری گذاشته بودم و جواب سوالام میگفت من مینوشتم. باز اینم اینم مشورت بوده. مشورت بستون سوالا رو با هم شیر کردیم. ما تو شما دانشگاه تو یکی از امتحانا برگه من گم شده بود. قد داده بودم، مثلا یکی برگه‌شو داده بود به من برگه‌مو داده بودم یکی دیگه، بعد اون برگه چرخیده بود من برگه‌مو گم کردم ولی یکی داده بود به معلم. ما مشورت گرفتم فرادین گفتن تو هر کاری مشورت درسته. خب پس اینم حله. بریم بعد. خب سوال بعد. چقدر بانمک. اوه متشکرم. حالا از شوق گریه کردی؟ حالا از شوق گریه کردن نه بعد فکر کنم دوباره فکر کنم نه شوق بود باید نه تا حالا تو رو درواسی کاری رو انجام دادین؟ خیلی من نزید. من اصلا رو درواسی کجا بود؟ من خیلی انقدر زیاده نمیتونم بگم. من انجام ندادم. تا حالا تو سر کارتون، تو محیط شغلتون، تو محیط کارتون کسی کراش زدین؟ نتیجهش من نتیجهش نیست که بتونم بهشون بدم. نتیجهش جای دیگه. جای دیگه داره فعالیت می‌کنه. یه دونه دیگه سوال هست ولی خب خیلی شبیه بقیه است. بپرس. اونم میگیم دیگه. میگه تا حالا از سر اجبار تا حالا کاری رو انجام دادین؟ یعنی وارد شغلی شدین؟ yes. از سر اجبار همون درس خوندن واسه شب امتحان. آره. خیلی کارهای دیگه مشابه. خیلی آره. از شغل‌ها سر اجبار. اصلا درس خوندنم کلش از اولش اجبار بوده. خیلی دوست داشتم. یعنی تا هم دوران مدرسه اوکی بودم. اصلا حالا سوال قبل تو حالا تو رو در واسه کسی کاری انجام بدی چرا؟ من راضی یادم یه مدتی صرفا تو رو درواسی با یه نفر 2-3 ماه ورزش شدید میکردم هر روز باشگاه به خاطر اون شخص داستان داره اون شخص. یه سوال دیگه هم هست. میگه تا حالا شده جای گم بشین؟ تو سن کودکی هم منظور نیست، یعنی تو سن بزرگسالی. yes. من یه میشه گم نشد. آره گم شدم. نه ببین این گم شدن یعنی نمیگه تو شهر مثلا دیگه. تو شهر گم بشی. خب الان با این سن و سال که اون گم شدن مطرح نیست. مثلا یه جایی گم بشی که یا موبایل در دسترس نباشه یا توی شرایطی باشی که نتونی خودتو نجات بدی. نه نجات که همیشه بتونی اینجا نجات بده. بحث شرط بغرنج نبود. من گم شدم یه ساعت گشتم مسیرم پیدا خب کردم. من تو یه بار گم نشدیم کجا بود؟ تو شمال. خب اگه توی بخوام جنگل حساب گم کنی نشدیم. 2-3 بار یه نه سیس. ماشینمون نه آنتن داشتیم نه نت داشتیم نه مسیر معلوم بود. کجا بودید؟ با کی بودید؟ والا اصلا خیلی شرایط بد بود. یس گم شدیم ولی به زور پیدا شدیم. خدا رحم کرده. شاید برسی. شما چی؟ من نه دیگه گم شدم. من فقط یه بار ترکیه گم شدم. رفته بودم با دوستم بودم. بعد با هم دعوا گم شد. بعد همدیگر گم کردیم. من جایی بلد نبودم. از امن هم گم کردن. از امن نه دعوا کردیم دیگه بالاخره بعد از هر دعوای بی‌تفاوتی بی‌توجهی. بعد اون ساکن ترکیه بود. من تو ترکیه بلد نبودم. بعدش زنگ فلان اینا واسه ماشین کردیم تموم شد رفت دیگه. من یه دفعه هم یه جا گم شدم. خیلی همین تو بزرگسالی بود ولی خیلی اذیت کننده بود. مثلا یادمه با ماشین رفته بودیم یه دونه از این بازارهای عجیب لب مرز. خب یاد بازارچه رفته بودیم اونجا. بعد من با خانواده چون رفته بودیم گوشیم تو ماشین بود. یادم کارتم هم همراه نبود. بعد با خانواده که رفته بودیم من همینجوری داشتم میچرخیدم من اینا رو گم کردم. درسته. نه گوشی داشتم. به 2-3 نفرم گفتم مثلا گوشیتون رو میتونید به تماس بگیرم قبول نکردن. آره. بعد دیگه هیچ چیزی با بدبختی مثلا یه نفر رو پیدا کردم که حالا دربست کرد. چون اونجایی که میگم لب مرز بازارچش اینجوری نیست که مثلا بغل خیابون باشه ماشین تون رد شه. یعنی یه مسیر زیادی شاید مثلا بعد 7-8 کیلومتر پیاده میرفتی تا برسی یه جایی که تازه ماشین رد بشه.
بچه‌ای که حالا مثلا سمت شهرستان باشن شاید بدونن حالا همچین بازارهایی هست. بعد اون خیلی بد بود دیگه، سخت بود. یعنی من مثلا ساعت 4 اونا رو گم کرده بودم، ساعت 9 شب رسیدم. به هیچ دستم بند نبود. واسه پیدا شدی. شما اگه دوست داشتید به این سوالا جواب بدید مثل ما صادقانه yes or no. اگر هم سوالای بالاتر به نظرتون چیزی تو ذهنتونه بفرستین که ما یه دونه کلیپ دیگه بسازیم با اون سوالای باحال‌تر. آره شما ما سوالا و جوابای شما رو اینجا رول پلی بی دفتر میره. خب بچه امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بوس به کلاتون. بی زحمت اگه واسهتون زحمتی نیست از ما حمایت کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم بزنید لطفا. خدا نگهدارتون. خدا